شوت آغاز بازی رو هم به صدا در آورد بیژن حیدری. بریم به چمن سبز و مستطیل سبز ورزشگاه آزادی به امید اینکه 90 دقیقه جذاب و پرهیجان رو با هم دیگه ببینیم. قائم اسلامی خواه بلند به محوطه استقلال، خطرناکه این موقعیت و گل اول رو هوادار میزنه. صائب محبی دروازه استقلال رو باز کرد. چی شد یه دفعه تو خط دفاع استقلال در شرایطی که کریم اسلامی هم تو زمین نبود؟ ببینیم اینجا با هم دیگه. اینجا سر اول و صائب محبی ضربه سر فریورز گرامی رو که توسط حسینی برگردونده شد تبدیل به گل کرد. از چپ حرکت کرده، مقابل داره پور محمد و خودش با پای راست یه ارسال درون محوطه جریمه. جلوش خوب نبود، حالا میتونه یه ضد حمله باشه برای هوادار. قاسمی نژاد، مرتضی منصوری، یک و میده و دو رو میگیره. چقدر خوب کار کردن توی صحنه بازیکن‌های هوادار. موقعیت برای گل دوم. ایمان سلیمی بود که اینجا اشتباه کرد و گل دوم وارد دروازه استقلال شد. چقدر بدشانس ایمان سلیمی. تعجب نکنید، هوادار 2 استقلال 0. اینجا بدشانسی آورد ایمان سلیمی، اومد توپو بزنه، موفق نبود. ولی این گل قطعا تو این گل به خودی ایمان خلاصه نمیشه. از قبلش حرکتی که هواداریا کردن واقعا قشنگ بود. از اون گلایی که باید برگردیم و از اول ببینیم. تشکرم میکنیم از همکارامون که از نماهای مختلف نشون میدن صحنه گل دوم هوادار رو. سری بازی آغاز کردن استقلالیا. مهرداد محمدی فرصت و پنالتی گرفت آقای حیدری. خطایی که اونجا امیرحسین پور محمد انجام داد روی مهرداد محمدی. اینجا شروع کردن بازی رو با هم دیگه. پور محمد پا رو که قشنگ زد، پنالتی که قشنگ بود. بحث سر اینه که میگن چرا قبل اینکه سوت بزنه آقای حیدری استقلالیا کار رو آغاز کردن. منتظر سوت بیژن حیدری. گام‌های یامگا به سمت توپ و ضربه‌ای که میزنه و دروازه هوادار باز شد. اختلاف به 1 گل میرسه. استقلال یکی از گل‌های خورده رو جبران میکنه و حالا اونا انرژی میگیرن در یه زدن گل بعدی. حقیقی رو به یه طرف دیگه و توپو به یه طرف هدایت کرد کوین یامگا تا این بشه حاصل پنالتی اون. رضاوند میپره توپ. مهرداد محمدی چه واکنشی نشون داد علیرضا حقیقی. نگه داشت هوادار رو در شرایط برتری توی این مسابقه. سبک خاص کلانتری عبور میکنه اما اسلامی خواه بلند درون محوطه جریمه. چیزی نمونده بود صائب محبی دروازه رو باز کنه. یه فرصت درون محوطه. پرچم رفته بالا. اونجا پرچم بالاست. پرچم کمک دوم یعنی محمد عطایی بالا رفته. سردفت و ملوان 1-1 کردن. ببینیم اولین موقعیت رو با هم دیگه. مهرداد محمدی حرکت به سمت دروازه هوادار. خب نزوبیر اومد یه ضربه توپ زد، یه ذره آورد جلوتر مهری. حالا ارسال رو انجام میده ایمان سلیمی. سلمانی با پای چپ ارسال رو انجام میده درون محوطه. کوین یامگا فاصله کمی داشت تا دبل کردن در این مسابقه و برگردوندن استقلال به بازی. رها میکنه داریوش شجاعیان. یه نفر هم مقابل برداشت، همچنان خودش با پای چپ. عجب حرکتی کرد داریوش شجاعیان. چقدر خوب بود حرکتش تو این صحنه. یک کفکشی سالونی انجام داد اینجا داریوش شجاعیان و از اون قشنگتر میتونم بگم عکس العمل حسینی بود. بازی باز میکنه به چپ. ابوالفضل جلالی خودش شوت میزنه. توپش با اختلاف کم از کنار دروازه حقیقی به بیرون رفت. ابوالفضل جلالی پاس دوم روی محوطه جریمه. آرمان میکارم برای کوین یامگا. کورنر برای استقلال. ایمان سلیمی بلند روزبه چشمی سر اول زد. فرصت. اینم گل دوم مهرداد محمدیه که دروازه رو باز میکنه. استقلال به بازی برمیگرده.
اینجا ضربه سر اول، ضربه سر دوم و سومی دیگه تبدیل به گل شد. کاری هم دیگه از دست دریازرقی بر نمیومد با این ضربه توپی که داشت شوت مهرداد محمدی. یه لحظه توپو میزنه، همچنان فرصت برای استقلال میره که ایجاد بشه. جلالی بلند، این بار ضربه سر از آرش رضاوند و توپی که در اختیار حقیقی قرار میگیره. بازم رضاوند پاس میندازه برای مهرداد محمدی، حمله برای استقلال میره که ایجاد بشه. اونجا فریبرز گرامی پوشش داد. یه لحظه اونجا اشتباه کردن کوین یامگا، آرمان رمضانی. اعتقاد دارن توپ به دست خورده اما کورنر گرفته بیژن حیدری. اینجا ببینیم با هم دیگه توپی که برخورد کرد به صاحب محبی و به کورنر رفت. این توپ هم در اختیار سنگربان هوادار قرار میگیره. ارسال بلندش درون محوطه هوادار، چه اختلافی توپ به بیرون رفت. ضربه سری که ارسلان به توپ زد. همه بازی قبلی استقلال برده بود مقابل هوادار. مهرداد محمدی همچنان خودش با پای چپ ضربه رو هم میزنه. شاید فقط منتظر بود که این جمله گفته بشه. چه چپی زد مهرداد محمدی. یه شب رویایی حالا برای استقلالی ها رقم میخوره. اونا برگشتن به بازی. اونا بازی 2-1 باخته رو 3-2 کردن. یه شوت پای چپ عالی از مهرداد محمدی. 3-2 برای استقلال. این پاسی که رسید به مهرداد محمدی آورد بیرون، سب کرد جلوش خالی شد و این چپ رو زد به سمت دروازه هوادار. یکی از گل‌های قشنگ این فصل رو دیدیم با هم دیگه. فقط هم نگاه کرد توپو علیرضا حقیقی. از چند نما